کشتی آقایون یعنی مرد، کشتیگیر یعنی مرد. این کشتی ها رو هر زمان میدارم و خانوم مقایی من رو صدا میکنه، میگم من نمیتونم تماشا کنم، من اصلا کشتی ها رو تماشا نمیکنم. کشتی آقایون یعنی مرد، کشتیگیر یعنی مرد. ولی اسمش کشتی نمیگذاشتن. یه رو تا دست بهش میزنی از توشک میری بیرون. این بیرون رفتن ها یعنی چی؟ یعنی آقا ترسیده دیگه، میترسه. من 50 و تو کشتی 56 تا کشتی دارم. اگر اشتباه نکنم 53 تاش ضربه بود، درسته؟ 53 تا رو ضربه دارم. ضربه کرد. 2 تا رو امتیاز بردم به خاطر که فرار میکردن بیرون میاد. تمام قهرمانان ملالدار دنیا، چه در ایران، چه در اروپا و چه در جهان، از دست امام علی حبیبی بنده که خدمت کنم 1 دقیقه 30 یعنی به تایم دوم نمیرسیدن. آخه خدا رحمت کنه به منش. یادم میگفتش که دستو کشید یا سرزیر بغل زد، رفت پشت سر طرف از ضربه